بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران عزیزتر از جانم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: زمانی که مؤمنان از آتش دوزخ نجات پیدا می کنند، در پل میان دوزخ و بهشت قرار می گیرند تا توان ظلم و ستم هایی که در دنیا به یکدیگر روا داشتن را پس بدهند تا صاف و پاک وارد بهشت شوند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: قسم به ذاتی که جان من محمد به دست اوست، مسلمان ها مؤمنان مسکنشان را در بهشت بهتر از منزلشان در دنیا می شناسند. برادرای عزیز، به هم دیگر ظلم و ستم روا نداشته باشیم تا باشد که در آنجا با رسول الله صلی الله علیه وسلم یک جا حشر شویم و مؤاخذه سخت خدای نخواسته نشویم. تشکر.